قایق موتوری بنازم 70 کیلومتر بر ساعت دارم میرم. هنوز داره گو میخوره. مهمون داریم. سلام با ابراهیم، چقدر تو خوش تیپی. همتون بمیرید. اینم کراسکو داره که گشتگی مردم آجی. وای خوش اومدید به پارت 2 سانکنلند. بله ما برگشتیم. بچه‌ها من سیوم پرید، بعد مجبور شدیم که با یکی از بچه‌ها بازی کنیم. آرامتین زحمتشو کشید تا جایی که تا سیوم بازی کرده بودم بازی کردیم. الان آقا ابراهیم الان اومدیم که ادامه‌شو بدیم. اول که یه صندلی گذاشتیم اینجا که بریم روش، اینجا رو نگاه کنیم و لذت تمام. من اون لباسامو دیگه پیدا نکردم، به جاش یه پیجامه و یکی از این. من رفتم خونه کسی که چی کردم یارو جن داداش آره لباسم اینه، ولی با همینام خدای خیلی خوش تیپه ابراهیم. امروز می‌خوایم چیکار کنیم؟ امروز 3 تا هدف داریم. بیسو گسترش بدیم، قایق درست کنیم و بریم از اون سیاهای انتقام بگیریم. برو بریم. اولی که من یه تابلو پیدا کردم. وسط نیست، چرا ریدم؟ بذار ببینیم قایق چی میخواد دقیقاً که بشینیم براش جمع کنیم. اینو ما می‌خوایم درست کنیم. 25 تا چوب میخواد، 8 تا پارچه و 2 تا رب. بریم آقا جمع کنیم. لباس چیزی اینجا. آها اینا پارچه میده. وای نفسم. رول پلی میکنه. 2 تا فناب میخواست و چند تا پارچه؟ 8. وای یه دونه کمه. نمیشه این شلوارو مثلا پارچه کرد. یه پارچه حله. بریم بالا نفسم. گشتگی مردم آجی. وای فکر کنم دیگه الان متریال قایق رو داشته باشیم. آره 25 تا چوب، 8 تا کلات، 2 تا رب. اوه بزرگه اینجا. به یه تستش کنیم. اوه سریع میره. 70 کیلومتر بر ساعت دارم میرم. بریم به سمت موتل پیش همون خانومه، اونجاست دارم میبینمش. رسیدیم راحت و سریع. سلام خانوم. هنوز داره گو میخوره. خب ببینم چی داری؟ یه غذا بده فعلا. بار تا این بتونم تا اینجا اومدیم لوتش هم بکنیم دیگه. سوسولی دیگه بابا. ببین چی داره؟ این چیه؟ ویپه؟ نه این باش تیر میسازم. چیز مفیدی فعلا نداره. بذار برگردیم خونه. با 50 کیلومتر بر ساعت اصلا ایزی شد با قایق. بذار بشینیم اینجا گرم شیم تا وقت خواب شه. او میتونم تبرم آهنی کنم. بذار ببینم چی میتونم بسازم تو ریسرچ تیبل که به درد بخوره. تبر قوی میتونم درست کنم. اینو میذارم تو آب ماهی میگیره اتوماتیک واسه. اینم که کراسپو باید بسازم امروز. نیزه آهنی هم میتونم درست کنم. اوکی اینا رو باید درست کنم، ولی فعلا هر چی میخوام پارچه میخواد که بتونم تناب درست کنم. خب بریم دنبال پارچه. جوالوتش خوبه ولی کمه. 17 تا کلاس دارم دیگه. بریم به سمت جزیره. خب اینو میخوام 3 تا رو فعلا بساز. کراسبو این با این. حالا این خودش 2 تا تناب میخواد. اینو بساز. اوف قویه. تبرش خداست. فقط مشکل من اینه که الان تموم شد تنابا. پارچه دیگه ندارم. بابا مهمون داریم. سلام بمیر. آها خدا ساجی تبرش. این کیه اینجا؟ بیا وایسا ببینم. بمیر. مرتی که تموم بشو نیستید شما؟ میکنه چرا قارچه دیگه. بریم بگردیم دیگه. باز پارچه نیاز دارم. وای تفنگ دارن. وای غلط کردم. باورم نمیشه تفنگ داشتن. اینا رو که فعلا اصلا کلا فراموش میکنم. الان یک کراسبا باید درست کنیم با یه دونه از این تبرای عادی که باش درخت میزنن. خب بگیریم بخوابیم. برم دنبال پارچه دیگه. جعبه بنازم. تلفن واسه فروشه. قایق موتوری بنازم. بریم تا خفه نشدیم. دارم 5 تا. اصلا حواسم نبود. کراسبا رو بساز. اوه یهو 10 تا تیر ساختم آجی. بنازم. نگاه ریلود. بذار قایقرم ریسرچ کنم. بذارم چی میخوای اصلا میشه ساخت. 10 تا این میخواد. این نمیدونم که کجا میاد دقیقا. دیگه مسخره بازی بسته. اینو میذاریم اینجا. آرمو رو بپوش. تیر کراسبو بساز. آماده جنگ. همین جزیره بود. سیاهای عوضی. اومدم ازتون پسش بگیرم. بابا مردم از کجا داره میزنه؟ اینم کراسبو داره که. امیر یکی هم اینجاست. خرچنگ لیمون
همتون بمیرید. لمون. آها پیککس به درد اینا میخوره، میشه اینا رو ماین کرد. با موفقیت این جزیره این چی میگه؟ آروین زنگ زد. الو خب چی بابا دارم ویدیو میگیرم. داری ویدیو بگیر خداحافظ. میگفتم این جزیره با موفقیت فتح شد و سیاها شکست خوردن و تونستیم 8 تا لیمو با 4 تا کرم ازش در بیاریم. برگردیم به جزیره. اچ پی هم که عالیه. بگیرم بخوابم. صبح بیسو گسترش میدیم. صبح شد و من گشنمه. لمون. خبر آهنیمون نشه خدایی. یه دونه کم دارم دوباره پارچ. لباسشویی بده. اینو کی پیدا کردم؟ با ابراهیم چقدر تو خوش تیپی. خبرم بساز و بده من. اینم که به هچت سنگی، هچت آهنی. بریم برای گسترش بیس. این واسه قایق. یه سقفم براش بزنم. یه نردبون. خب فعلا اینطوری شد. از این نردبونا میتونیم بریم بالا پشت بوم. اینجا ویوی ابدمون رو داریم. قایقمون هم که اونجاست. از جلو هم که این شکلی شد. یه ذره خورده کاری هم داره که چوبم تمام شد. باید بریم تو جزیره چوب بیاریم. بریم. رسیدیم. از اونجایی که کل درخت‌های اون جزیره تمام شده، اینجا باید چوب بزنیم. داره غروب میکنه. تا شب نشده برگردیم خونه دیگه. کافیه انقدر چوب فعلا. الان بیس اندازش خوبه. میخوام یه ذره دفاع بتونم بکنم. میدونی چی میگم؟ از اینا میخوام بذارم. چقدر بزرگه این. بابا اشتباه شد. اینو نمیخواستم. اب نداره. بریم ادامه بیس. این اسکله رو یه ذره سقف و اینا. مهمون داریم. قویه اینا. بابا برادر فکر میکند نیگان است. تو مونده هنوز که کجا یهو پیداشون میشه اینا. داشتم میگفتم واسه اسکله در و اینا گذاشتم که یه ذره امن‌تر باشه. اینجا مال چند تا چیز باید بذارم. چند تا اینام بسازم اینجا توش چیز بکارم. یه دونه شد که باز پارچه و چوبم تموم شد. اچ پی هم که رید. اچ پی ما خوردن اینو که یه دونه گریل هم میتونم درست کنم. وایسا خرچنگ رو بپز. این آجی دیگه نمیشه کند. بمونه اینجا تزیینی دیگه. چیکار کنم؟ نمیخوای بپزی تو؟ پخت. بس بخورم. خوبه چی میده. یادم باشه بپزم خرچنگا رو. حالا گذاشت بخوابیم. همش از نات بد تایم. بابا ساعت 2 صبح بخواب. خب آقا یه بیس دیگه یه بار دیگه نشونتون بدم. اینجا که ریسرچ تیبله. اینجا آب میخوریم. اینجا هم که میتونیم الان غذا بپزیم. اینجا هم لیمون کاشتیم داره در میاد. اینجا هم که بری پایین. اینجا یه حالت اسکلت. قایقم که اینجاست. مرسی که این پارت هم دیدید. لایک، ساب، کامنت اینا یادتون نره. بوس. خداحافظ.